از ربوده شدن شهرت اسمت‌اللهیف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تقریبا 2 هفته گذشت. از او هیچ نشانی نیافتند و سرنوشتش هم معلوم نیست. تا این دم مقامات تنها نام یک گمانبری احتمالی را گفتند. اون هم رستم اشورف است که تنها پس از تیراندازی و زخمی و بازداشت شدنش در مولداوا اعلان شد. رادیوی آزادی درباره بازداشت 4 کس در داخل اطلاع یافت. حالا نام یک گمانبر دیگری احتمالی بر ربودن شهرت اسمت‌اللهیف توسط منبع‌ها تصدیق شده است. همکاری ما میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری دارد. میرزانبی تاکنون چی اطلاعی به دست آمده است؟ سلام بینندگان عزیز. مقامات تاجیکستان بجز چند خبری رسمی دیگر درباره گمانبران احتمالی اطلاعی نمی‌دهند. ولی 2 منبع رادیو آزادی در اداره دولتی تاجیکستان روز 4 ایول تصدیق کردند که گمانبر احتمالی دیگر در ربودن معاون اول رئیس اوریون بانک شخص با نام دلشاد سیدمرادوف است. یک همصحبت ما در نهادهای قدرتی تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت دلشاد سیدمرادوف مشهور با لقب دلشاد SB گروه ربایندگان را رهبری می‌کرده است. به اطلاع دریافتی ما وی 24 ایون یک روز بعد از بی‌درک شدن معاون رئیس اوریون بانک از دوشنبه به روسیه فرار کرده است. این است. میرزانبی در عکس دیدیم که دلشاد سیدمرادوف در لباس مأمور دادستانی است. همصحبتان شما درباره‌اش معلومات دادند که او کی است و چی کار می‌کرد؟ ببینید منبع‌های ما در اداره قدرتی گفتند که دلشاد سیدمرادوف در گذشته در ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی کار کرده. یک مدت مأمور شعبه مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی دادستانی کل بوده است. تجربه کار در آژانس مبارزه با کروپسیون هم داشته است. ولی در زمان ربوده شدن شهرت اسمت‌اللهیف در هیچ جای کار نمی‌کرده است. نکته مهم این است که دلشاد سیدمرادوف شهروندی روسیه را نیز داشته است و همان طور که منابع ما گفتند پس از حادثه به مسکو فرار کرده است و در آنجا جستجو می شود. همزمان منبع‌های ما گفتند پس از فرار دلشاد سیدمرادوف از تاجیکستان توسط فرودگاه دوشنبه چند کارمند فرودگاه را که مسئول قبول و گسیل شهروندان بودند از کار راندند و نسبتشان تفتیشات پیشکی شروع شده است. تشکر بیننده‌های عزیز. همکاری ما میرزانبی خالقزاد درباره گمانبر دیگری احتمالی در قضیه ربودن بانکیر تاجیک صحبت می‌کرد.